قسم به ستارگانی که باز می‌گردند، همانهایی که می‌روند و ناپدید می‌شوند، و قسم به شب هنگامی که پشت کند، و قسم به صبح آن هنگام که نفس زنان طلوع کند، که این قرآن کلام فرستاده‌ای گرامی جبرائیل است. نیرومند است و در جوار پروردگار صاحب عرش مقام والا دارد. در آنجا مورد اطاعت و امین است. بدانید هم صحبت شما پیامبر دیوانه نیست. جبرائیل را در افق روشن دیده است و او نسبت به آگاهی رساندن از غیب بخیل نیست. این قرآن سخن شیطان مطرود نیست. پس به کدام سو می روید؟ قرآن فقط پندنامه‌ای است برای جهانیان، آن هم برای هر کدام از شما که بخواهد بر راه راست و درست گام بردارد. بدانید شما همان چیزی را می خواهید که خداوند آن پروردگار جهانیان اراده می کند.